وصیت 36: بسیار سجده نمودن سبب داخل شدن جنت می شود. از ابو ربیعه پسر کعب اسلمی رضی الله تعالی عنه که از اهل صوفه بود روایت است: من شب در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و آب طهارت را برایش می آوردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از من بپرس. گفتم: می خواهم رفیق تو در جنت باشم. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: آیا غیر این چیزی دیگری نمی خواهی؟ گفتم: همین را می خواهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مرا به بسیار سجده نمودنت برای در جنت رفیقم بودنت کمک نما، یعنی سجده بسیار نما. روایت مسلم.